دوستان ارجمند ما اینک حضور داریم در نزد فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف ناحیه سینای شهر دوشنبه پایتخت کشورمان. من از دوستان مخصوصا از مهمانانی که در دوشنبه کار افتاده هستند یا مهمان هستند شاید در پایتخت عزیزمان میخواستم که به فیلارمونی تشریف بیارند این شام و بازی دسته منتخب تاجیکستان رو با مقابل اردن محض از فیلارمونی تماشا کنند که اونها یک از تالارهای فیلارمونی را آماده کرده هستند و یک اکران کلان حجم اونجا گذاشته هستند که شما میتوانید اونجا به ملال بازی را تماشا کنید، مخلصی کنید، داد زنید و دسته ملی ما را دستگیری کنید. همزمان برای اونهایی که به مرکز شهر نزدیکتر هستند ما دعوت به عمل میاریم که بروند به کینوتئاتر وطن که اونجا نیز بازی به طور زنده به نمایش میرود. دوستان ارجمند اینک ما وارد شدیم به داخل یکی از تالارهای زیبای رقصی فیلارمونی که اینجا الکی دوستان ما اکران نصب میکنند، اکرانی کلان حجم و محض همینجا شما میتوانید بازی فوتبال بازان یککچین دسته ملی تاجیکستان را به مقابل اردن که امروز یعنی 2 فوریه ساعت 16:30 شام برگزار میگردد از اینجا مستقیما تماشا کنید.